تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضی از افراد اون چیزهایی که میخوان توی زندگی داشته باشن و توی این دنیا بهشون دسترسی پیدا کنن رو خیلی دیرتر از افراد دیگه وارد زندگیشون میکنن و یا دیرتر از افراد دیگه تجربهشون میکنن؟ توی این ویدیو قرار هست بهتون چند تا نکته خیلی مهم بگم که انجام دادنش و توجه کردن بهش خیلی میتونه کمکتون کنه تا تجربیات متفاوتی رو توی این دنیا داشته باشید. از اون ویدیوهای کوتاه هست ولی مطمئنم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یکی از مهمترین نکته هایی که باعث میشه اون چیزهایی که میخواین رو توی زمان مشخص و درستی به دست نیارید، زبانی هستش که خواسته هاتون رو از کائنات میخواین. یعنی اکثر شماها وقتی یک چیزی رو درخواست میکنید میگید من دوست دارم فلان اتفاق برام بیفته یا زندگیم اینجوری بشه. تمام اینها زمان آینده هست. هر زمانی که چیزی رو میخواین به صورت آینده که این اتفاق برام بیفته، من دوست دارم به اینجا برسم، هر اون چیزی که به شما این حس رو میده که این اتفاق الان براتون نیفتاده و در زمان آینده باید براتون بیفته، همون نقطه ای هست و بهتره بهتون بگم مهمترین چیزی هست که باعث میشه اون چیزهایی که میخواین تو این دنیا به دست بیارید، تجربیاتی که دوست دارین تو این دنیا داشته باشید رو به تعویق و تأخیر بندازه. برای اینکه کائنات زمان آینده رو نمیتونه یک مبدأ درستی برای رسیدن به خواسته های شما در نظر بگیره. حتی اگر زندگی الانتون ایدئالتون نیست، زمانی که میخواین از کلمات تأکیدی استفاده کنید، زمانی که میخواین شکرگزاری کنید، باید به صورتی شکرگزاری بکنید که فلان اتفاق براتون افتاده، در زمان حال شما دارین تجربهش میکنید. پس به جای اینکه بگین زندگی من بهتر خواهد شد یا من فلان چیز رو تجربه خواهم کرد، باید بگید که زندگی من عالیه، تجربه رو دارم. تمام چیزهایی که به شما این حس رو میده که الان اون چیزی که میخواین داشته باشیدش رو دارید، اون تجربه‌ای که دوست دارید به دست بیارید رو به دست آوردید. زمانی که از آینده استفاده میکنید، از افعال آینده استفاده میکنید، همون زمانی هستش که کائنات رو، این انرژی عظیم رو گمراه میکنید و حتی خودتون رو هم گمراه میکنید. چرا؟ برای اینکه به خودتون این احساس رو میدین که بله، من اون چیزی که دوست دارم داشته باشم رو هنوز ندارم و نمیدونم توی چه زمانی، ولی توی آینده قراره به دست بیارم. پس این یعنی چی؟ یعنی من از دیدگاه نبودن و نداشتن اون موضوع دارم بهش نگاه میکنم. پس به صورت ناخودآگاه دارم همون نداشتنه رو بیشترش میکنم. نکته مهم دوم، چرا خواسته هامون رو همون زمانی که میخوایم به دست نمیاریم یا چرا خواسته هامون رو توی بازه زمانی کوتاه به دست نمیاریم؟ هر زمان که دارید از خودتون میپرسید فلان خواسته من کجاست، فلان آدم کجاست، فلان شرایط کجاست، فلان میزان سلامتی کجاست، هر زمان که خودتون رو در این حین پیدا کردید که دارید سوال میپرسید، دارید اون مرحله الان داشتن هر چیزی رو زیر سوال میبرید و میپرسید چرا این اتفاق نمیفته، پس کی این اتفاق میفته، زمانی هستش که شما خواستتون رو به چشم این که الان در زمان حال دارید بهش نگاه نکردید و از منظر نبودن بهش نگاه کردید. یعنی شما دارید دنبال یه چیزی میگردید که هر چقدر هم که بخواید به زبانتون تکرار بکنید که بله من فلان چیز رو دارم، ولی در درونتون نبودن اون موضوع داره موج میزنه. پس اگر خودتون رو در این حین پیدا کردید که دارید از خودتون میپرسید یا دارید به خدا گله و شکایت میکنید که چرا نیست، چرا این اتفاق نمیفته، همون زمانی هستش که باید بدونید شما درونتون از نظر وایبریشن، از نظر ارتعاشی که دارید هماهنگ با خواستتون نیست. اگر بود هیچ وقت این سوالو نمیپرسیدین که چرا نیست، برای اینکه حتی اگر الان به صورت فیزیکی نیست، ما باید به صورت احساسی تجربه بودن اون شی رو، اون حالت رو، اون فرد رو در درون زندگیمون احساس بکنیم. پس این نکته مهم دوم. پس زمانی که شما یک خواسته ای رو در زمان حال نمیخواین، در زمان حال تکرار نمی کنید و بهش بعد آینده رو میدید، همون زمانی هستش که دارید به دست آوردنش رو به تعویق میندازید. نکته دوم، اکثر آدم هایی که میان به یک سطح از آگاهی میرسن یا وانمود میکنن که به یک سطح از آگاهی رسیدن که این نوع آدم های خطرناکی هستن،
جز اون گروهی هستن که میگن بله من فلان چیز رو میخوام، من دوست دارم یک تجربه ای رو داشته باشم، ولی این اتفاقات قراره بیفته. مگه ما نمیگیم قانون جذب اینجوری عمل میکنه که من به هر اون چیزی که فکر بکنم توی زندگیم اتفاق میفته؟ و یه پرانتز باز بکنم و جمله تکراری همیشم رو بهتون بگم که نه، اینطوری نیست. هر اون چیزی که شما بهش فکر میکنید اتفاق نمیفته. شما هر اون چیزی که هستید رو توی زندگیتون تجربه میکنید. پس این فکر رو باید دور بریزیم که من یک خواسته ای رو دارم و دیگه برای رسیدن بهش اقدام نمی کنم. شما اگر خواسته ای رو دارید، با انجام دادن تمام چیزهایی که بهتون گفتم، تمام مراحلی که با هم اکثرا تکرار کردیم، شما ظرفیت ذهنیتون رو برای دریافت اون خواسته زیاد کردید، افزایش دادید، ایجاد کردید. حتی در کنار ظرفیت ذهنی، کار درست فیزیکی و تلاش هم باید انجام بشه. چرا میگم کار درست؟ برای اینکه شما وقتی ظرفیت رو ایجاد کردی، وقتی باور کردی اون چیزی که میخوای قابل دسترسه و میتونی بهش برسی، پس با تلاش هوشمندانه و هدفمند به سمت خواسته حرکت میکنی. و نکته مهم دیگه این هستش که باید با اون چیزی که میخواین در این دنیا به دست بیارید از نظر روحی و معنوی هم هماهنگ بشید. اگر میخواین فرکانس خواستتون رو به دست بیارید، که این یک مثال خیلی معمولی هست و شاید تکراری براتون ولی خیلی قابل درک هست، برای همینه که من تو اکثر ویدیوهای مثال رو میزنم برای افرادی که جدید اومدن و این ویدیو اولین ویدیویی هستش که دارن تماشا میکنن. مثل این هستش که شما دارین روی یک موج رادیویی دنبال یک ایستگاه به خصوصی میگردید، میخواین یک برنامه به خصوصی رو گوش بدین. شما زمانی میتونید این کار رو انجام بدید که دقیقاً عدد اون ایستگاه رو بدونید دقیقاً روی چه موجی هست و زمانی که اون رو پیدا کردین دقیقاً میتونید به همون برنامه گوش بدید. پس رسیدن به خواسته هامون، دریافتشون هم همینطوری هست. شما زمانی میتونید اون رو در زندگی الان این دنیاتون تجربه بکنید که از نظر فرکانس با خواستتون هماهنگ بشید. هرچقدر که باور قوی تری داشته باشید که بله من فلان چیز رو به دست میارم، اون انرژی که دارید، اون فرکانسی که دارید بالاتر و بالاتر میره و هماهنگ تر میشه با خواستتون. هرچقدر که بیشتر زیر سوالش ببرید، هرچقدر که بیشتر از خودتون بپرسید چرا نیست، چرا اون نبودنه توی زندگیم داره بیشتر احساس میشه، شما فرکانس و ارتعاشتون رو پایین و پایین تر میارید تا جایی که ایستگاه اصلی رو گمش میکنید. و هر چقدر هم که توی زندگیتون بدوید، هر چقدر سعی بکنید ظرفیت ذهنی براش ایجاد بکنید، به قدری از نظر ارتعاشی و حتی از نظر باور پایین هستید که نمیتونید اون چیزهایی که میخواین رو توی زندگیتون تجربه کنید. از شما میتونید خیلی کار رو انجام بدید، میتونید عبارات تأکیدی رو تکرار بکنید، میتونید مدیتیشن بکنید، میتونید ویژن بورد درست بکنید. هر اون چیزی که فکر میکنید امروز روز باب هست و میتونه بهتون کمک بکنه. و بزرگترین اشتباه افراد هم همین هست که من میام همه این کارا رو انجام میدم، پس اون چیزی که میخوام رو باید تو این دنیا به دست بیارم. و میخوام بهتون بگم نه. و برای این ویدیو رو درست کردم بهتون بگم که این چند تا موردی که گفتم رو باید انجام بدید. ولی رابطه‌ای که شما با این جهان میسازید، رابطه‌ای که شما با کائنات میسازید، یک رابطه دو طرفه است. یک رابطه ای نیست که شما یک درخواستی داشته باشید و همیشه از طرف کائنات دریافت بکنید اون انرژی یا حتی اون ماده رو. مهمترین کاری که شما میتونید انجام بدین که این رابطه دو طرفه رو حفظ بکنید، چیزی به اسم داشتن احترام و باور هست. و احترام هم همین هستش که شما به این انرژی عظیم، به خدا، به خالق این دنیا احترام میذارید، به صورتی که من باور دارم اگر خواسته ای دارم برام تو زمان درستش توی بهترین شرایط اتفاق میفته. و چون من باور دارم، پس این احترام رو ایجاد کردم که اگر اون چیزی که میخوام رو واقعا دوست دارم توی این دنیا تجربهش بکنم و کارهای پیش نیازش رو انجام دادم و در مسیر رسیدن بهش تلاش کردم، پس رهاش میکنم و میذارم توی بهترین زمان، توی بهترین موقعیت برام اتفاق بیفته.
و یکی از بهترین تکنیک هایی که میتونید برای این کار انجام بدید که اون باوره رو، اون ایمانه رو قوی تر بکنه، همون تکنیک تصویرسازی هستش که اکثرا توی ویدیوها بهش اشاره کردم. یه جایی بشینید، یک چند دقیقه با خودتون خلوت بکنید، نفس بکشین، چشماتون رو ببندید. زمانی که ذهنتون آماده شد، ذهنتون آروم شد، شروع بکنید به تصور کردن اون شرایط یا اون چیزهایی که میخواید توی زندگیتون داشته باشید و به صورت حال در لحظه با جزئیات بالا ببینیدشون. و زمانی که میبینید اون احساس خوشایند داشتن خواسته هاتون رو درک بکنید و حسش بکنید و بعد از این کار خدا رو شکر بکنید برای اینکه اون موردی که میخواین، اون چیزی که میخواین، هر اون چیزی که هست الان در زندگیتون وجود داره و دارین تجربهش میکنید. پس به صورت یک اتفاق در آینده هیچ وقت نبینیدش، برای اینکه شما هم خودتون رو گمراه میکنید، هم دارید این انرژی عظیم رو عقب‌تر میفرستید برای اینکه من الان دوست ندارم گیرنده این موضوع باشم و بذارید در آینده یک زمانی اون رو به من بدید، هر اون زمانی که خودتون فکر میکنید وقت خوبی هست. یک نکته دیگه، زمانی که یک سری اتفاقات در این مسیر برای ما میفته، همون زمانی هستش که ما داریم به چالش کشیده میشیم که آگاه تر بشیم، که بهتر بشیم برای اینکه خواسته هامون رو به دست بیاریم. خیلی وقتا شما یه چیزی خواستید، به هر دلیلی به دستش نیاوردید و بعد از اون یک چیز بهتری رو به دست آوردید که اون زمان نمیدونستید چرا فلان اتفاق نیفتاد، چرا فلان آدمه نمون، چرا فلان شرایط برام پیش نیومد، ولی چند سال بعدش اتفاقاتی که براتون افتاد متوجه شدید که چه خوب شد فلان اتفاق نیفتاد چون من یه چیز بهتر رو به دست آوردم. گاهی اوقات اتفاقاتی که توی زندگی ما نمیافتن هم کمکی هستن از سمت خدا و کائنات برای اینکه ما رو به یک مسیر بهتری ببرن. گاهی اوقات اگر که توی یک موضوعی پیروز نمیشید، موفق نمیشید، برنده نمیشید، برای این هستش که اون شکسته به شما این درس رو داده که آگاه تر بشید، که بیشتر یاد بگیرید، که ورزیده تر بشید برای زندگی ایدئالی که همیشه میخواستید. گاهی اوقات اتفاقاتی که توی زندگی ما میفتن ما رو دارن برای شرایط بهتر آماده میکنن. پس ازتون میخوام خیلی ساده شکست رو قبول نکنید و بگردید ببینید تو اتفاقاتی که توی روزمره میفته چه درسی قراره یاد بگیرید. اون درس رو بگیرید و با آگاهی بیشتر به سمت اتفاقات بهتر و آینده حرکت کنید.